Miami, the ball looks to go inside. This is going to get to the boots of Reguilon, who goes inside for Leo Messi! There it is from Leo! این گل شماره 900 مسی در شب چهارشنبه جلوی نشویل 19 مارس 2026 بود که به ثمر رسید. سلام، به تیرک پادکست خوش اومدید. قراره که 900 گل مسی رو تحلیل و بررسی بکنیم تو این ویدیو و براتون قول میدم این ویدیو حتی برای کسایی که مسی فن هم نیستن و شاید رونالدو فن هم باشن ارزش دیدن داره. ارزیابی دوران حرفه‌ای مسی صرفاً بر اساس تعداد گل‌هایی که به ثمر رسیده، شبیه قضاوت در مورد شکسپیر بر اساس تعداد نمایشنامه‌هاش یا تعداد سمفونی‌های موزارت. همچین نگاهی فقط بخش کوچیکی از نبوغ این بازیکن آرژانتینی رو نشون میده. بازیکنی که به جرئت میشه اونو بهترین پاسور، دریبل زن، زننده ضربات آزاد و بازیساز همه جانبه در دنیای فوتبال و یا حتی تاریخ فوتبال دونست. با اینکه همه این مهارت‌ها بدون شک در افزایش آمارهای مسی نقش داشتن، ولی سنجش مسی 38 ساله صرفاً بر اساس تعداد گل‌هایی که در 1142 بازی به ثمر رسونده تصویر کاملی از تأثیر گسترده او نشون نمیده. با این حال بعد ثبت گل شماره 900 مسی در شب چهارشنبه تاریخ 19 مارس 2026 برای اینتر میامی مقابل نشویل یک بهانه دست ما داد که به بررسی آمار و ارقام پشت یکی از درخشان‌ترین رزومه‌های تاریخ ورزش بپردازیم. پس تا آخر ویدیو و با لایک ویدیو از ما حمایت کنید و با ما همراه باشید. اول شروع کنیم از این 900 گل مسی که برای چه تیم‌هایی به ثمر رسیده. 3 تا تیم باشگاهی و 1 تیم ملی آرژانتین. مسی از سال 2004 که به فوتبال شروع کرده تا سال 2021 برای بارسلونا و از سال 2021 تا 2023 برای پاریس سن ژرمن بازی کرد و از زمان جدایش از پایتخت فرانسه در اینتر میامی در فلوریدا حضور داشته. در سطح ملی هم مسی نخستین بازی ملی خودش رو در سال 2005 که البته تو اون بازی جلو مجارستان اخراج هم شد انجام داد و همچنان برای آرژانتین داره بازی میکنه که البته داخل پرانتز میتونیم عرض بکنیم که مسی یک بار از حضور در تیم ملی خداحافظی کرد بعد از حذف تلخ در فینال کوپا دل ری 2016 جلوی شیلی. 672 گلی که در بارسلونا مسی به ثبت رسونده بیشترین تعداد گل ثبت شده توسط یک بازیکن برای یک باشگاه در تاریخ فوتباله. رکوردی که با عبور از 643 گل پله برای سانتوس در دسامبر 2020 جلوی رئال وایادولید به دست مسی اومد. این عدد به این معنیه که 6.97% از کل گل‌های رسمی تاریخ باشگاه بارسلونا فقط توسط یه نفر، یه اسطوره به نام مسی به ثمر رسیده. باشگاهی با 126 سال قدمت که مسی فقط 17 سال توی اون بازی کرده. در سطح ملی فقط کریستیانو رونالدو با 143 گل آمار بهتری نسبت به 115 گل ملی مسی برای آرژانتین داره. البته از یاد نبرین که علی دایی هم با 110 گل ملی در رتبه سومه. 7 گل از این 115 گل مسی تو جام جهانی 2022 به ثمر رسید. جایی که مسی به اولین بازیکن تاریخ فوتبال تبدیل شد که تو یه دوره از مسابقه در مراحل گروهی 1/8، 1/4، نیمه نهایی و فینال همشو گل زده. از نظر پخش سالانه گل‌های مسی یا توزیع سالانه گل‌های مسی در سال 2004 که اولین بازی حرفه‌ای خودش رو کرد موفق به گلزنی نشد، ولی از سال 2005 به بعد تو هر سال میلادی گل زده. اولین گل مسی در تاریخ 1 می 2005 جلوی آلباسته در لالیگا و در 9مین بازی حرفه‌ایش به ثمر رسید که در سال 2005 مسی موفق شد فقط 3 گل برای بارسلونا به ثمر برسونه. در تمام سالهای دهه 2010 حداقل مسی 45 گل به ثمر رسونده و رکورد شگفت‌انگیز 91 گلش در سال 2012 رو هم ثبت کرد. بیشترین تعداد گل در یک سال تقویمی توسط یک بازیکن حرفه‌ای در تاریخ فوتبال که رکورد 85 گل گرت مولر در سال 1972 رو مسی مال
خودش کرد. این رکورد فقط به این معنیه که بیش از 10% از کل گل‌های دوره حرفه‌ای مسی فقط تو همون سال 2012 به ثمر رسیده. با وجود این عملکرد فوق‌العاده، مسی اون سال فقط یه جام به دست آورد، کوپا دل ری، که تو اون فینال بارسا با نتیجه 3-0 اتلتیک بیلبائو رو شکست داد و اتفاقا مسی هم توش گلزنی کرد و این گل یکی از 56 گل مسی تو کوپا دل ری، رقابتی که فقط در لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا گل‌های بیشتری توش به ثمر رسیده. در مجموع اگه بخوایم بگیم 900 گل مسی تو 16 رقابت مختلف به ثمر رسیده. مسی فقط تو 3 رقابت موفق به گلزنی نشده: جام حذفی فرانسه که 2 بازی برای پاریس سن ژرمن کرده، جام آزاد آمریکا 1 بازی با پیرن اینتر میامی و فینالیزیما 1 بازی با پیرن آرژانتین جلوی ایتالیا که گلشو فکر می‌کنم دیماریا زد اگه اشتباه نشه. نکته قابل توجه اینه که مسی فقط در 2 رقابت به تنهایی بهترین گلزن تاریخ لالیگا و سوپر جام اسپانیا. با این حال تا اواسط سال 2026 ممکنه که رکورد گلزنی در جام جهانی مال مسی بشه، چون که فقط 3 گل با رکورد 16 گل میروسلاو کلوزه که برترین گلزن ادوار تاریخ جام جهانی فاصله داره. در مجموع 5 لیگ معتبر اروپایی، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا، مسی 496 گل به ثمر رسونده که بیشترین گل در تاریخه و فقط 1 گل بیشتر از رونالدو داره. رونالدو 495 گل، مسی 496 گل. گلش جلوی استراسبورگ در می 2023 که باعث شد تو این فهرست هم از رقیب دیرینه خودش جلو بزنه. 33 گل از این تعداد مسی در جریان گلزنی تو 21 بازی متوالی لالیگا فصل 2012-13 به ثمر رسید. رکوردی که 10 بازی بیشتر از هر بازیکن دیگه‌ای در تاریخ لالیگا هستش. بیشترین تعداد بازی‌های متوالی مسی که توی همه رقابت‌ها گل زده 10 بازیه. رکوردی که در 2 بازی زمانی از اکتبر تا نوامبر 2010 و از دسامبر 2012 تا ژانویه 2013 به دست اومده. هر دو روند با ناکامی تو گلزنی جلوی رئال برای مسی به پایان رسید، هرچند در اولین دیدار بارسا با نتیجه 5-0 پیروز شد. در مجموع مسی موفق شده جلوی 160 تیم مختلف در سطح ملی و باشگاهی گل بزنه. بیشترین تعداد گل مسی جلوی سویا به ثبت رسیده، 38 گل که برابر با کل گل‌های دیگو مارادونا برای بارسا تو 2 فصل حضورش در دهه 80 و سویا یکی از 12 تیمیه که مسی حداقل 20 گل بهش زده و تمامی این تیم‌ها اسپانیایی‌اند. در بین تیم‌های غیر اسپانیایی، نشویل با 16 گل بیشترین گل خورده را از مسی داشته. در سطح ملی مسی جلوی 39 تیم متفاوت گل زده. 4 تیم بیشتر از مجموع کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی. 12 تیم اینجا وجود دارن که مسی بیشتر از 1 بار جلوی اونا بازی کرده ولی موفق به گلزنی نشده که در این بین قطر تنها تیم ملی حاضر تو این فهرسته. از نظر محل گلزنی اگه بگیم 724 گل از 900 گل مسی از داخل محوطه جریمه به ثمر رسیده که 112 مورد اونا پنالتی بوده. همینطور 11 بار در ضربات پنالتی در ضربات سرنوشت ساز گل زده که تو آمار رسمی گل‌های دوره حرفه‌ای مسی محاسبه نمیشه. در مقابل 176 گل خارج از محوطه جریمه مسی که شامل 70 گل از روی ضربات آزادش هم میشه، مسی از سال 2008 به بعد در هر سال حداقل 1 گل از روی ضربه آزاد به ثمر رسونده. بهترین آمارش تو این زمینه 10 گل در سال 2018 بوده که 2 گل بیشتر از مجموع گل‌های ضربه آزاد رونالدو تو سال‌های 2018 تا 2023 هست. اگه بخوام یه آمار جالب بهتون بگم، از سال 2018 تا الان مسی تعداد ضربات آزاد بیشتری رو نسبت به پنالتی ها گل کرده. از مجموع این 900 گل مسی 756 تاشو با پای چپ، 110 تاشو با پای راست، 30 تاشو با ضربه سر، 2 تا با سینه جلوی استودیانتس در فینال جام باشگاه جهان 2009 و مقابل اورلاندو سیتی در امریتس در سال 2024، 1 گل با لگن جلوی خطافه در کوپا دل ری 2014 و 1 گل با دست چپ جلوی اسپانیول در لالیگا 2007 به ثمر رسونده که این به این معنیه که مسی با لگن و دست چپش هر کدوم 1 گل بیشتر از جو گومز بازیکن لیورپول در کل دوران حرفه‌ایش گل زده که جو گومز اصلا گل نزده. یعنی مسی در طول دوره حرفه‌ای خودش موفق به ثبت 60 هتریک شده. آمار قابل توجهیه، به طوری که سال 2008 آخرین سال کاملی بود که توش موفق به انجام این کار نشد. اولین هتریک مسی براتون شاید جالب باشه بدونید که جلوی رئال مادرید به ثبت رسید، مارس 2007. دیداری که به روند 12 بازی بدون گل مسی پایان داد. طولانی ترین دوره گل نزدن مسی در دوره حرفه‌ایش
که با یک هتریک جلوی رئال مادرید به پایان رسید. همونطور که مشخصه مسی 2 بار در یک مسابقه 5 گل به ثمر رسونده که این دو اتفاق با فاصله بیش از 10 سال رخ داده. فاصله زمانی 10 ساله، یعنی لورکوزن در مارس 2012 و استونی در جون 2022. گل‌های مسی جلوی لورکوزن تو لیگ قهرمانان بخشی از 9 هتریکش سال 2012 بودن. بیشترین تعداد هتریک در یک سال تقویمی تو کارنامش و مسی تو اون سال 69 بازی کرد و به طور میانگین تو هر 7.7 بازی، یعنی تقریبا بگیم توی هر 7 یا 8 بازی یه هتریک ثبت کرد اون سال. یکی از معدود مواردی که مسی هنوز تو زمین فوتبال بهش دست پیدا نکرده هتریک کامله که اتفاقا رونالدو داره، یعنی گلزنی با هر دو پا، راست و چپ و یه ضربه سر توی مسابقه. این یکی از شاخصهای معدود تو فوتباله که مسی توش از کوین نولان پایین‌تر قرار داره. همینطور مسی هنوز موفق نشده که در 60 ثانیه ابتدایی یه مسابقه گل بزنه، در حالی که اگه دقت کنید در تمام دقایق دیگه بازی 90 دقیقه فوتبال و حتی 2 بار تو وقت‌های اضافه مسی موفق شده گل بزنه و این یکی دیگه از اون شاخصایی که توش از شینلانگ عقب تره. در زمینه پاس گل به مسی تا حالا 105 بازیکن که البته در حال افزایش هم هست میتونن ادعا کنن که تو گل‌هاش نقش داشتن، از رونالدینیو که پاس اولین گل مسی در سال 2005 رو داد تا سرخی رگیرون در اینتر میامی که پاس گل شماره 900 مسی رو براش جور کرد. در بین اینا لوئیس سوارز همتیمی فعلی مسی و همبازیش تو بارسا با 61 پاس گل بیشترین همکاری رو با اوجوبه آرژانتینی داشته. در سمت مقابل 268 دروازه‌بان در طول بیش از 2 دهه فعالیت حرفه‌ای مسی ازش گل خوردند. دیگو آلوز که در تیم‌های آلمریا و والنسیا جلو مسی بازی کرده بیشترین گل ازش دریافت کرده که در مارس 2010 مسی در دیدار بارسا اشتوتگارت در لیگ قهرمانان 2 بار هم دروازه ینس لیمان رو باز کرد. دروازه‌بانی که نوامبر 1969 متولد شده که این موضوع اونو به قدیمی‌ترین دروازه‌بانی تبدیل میکنه که از مسی گل خورده، در حالی که اندرو ریک از فیلادلفیا یونیون متولد ژانویه 2006 هم میشه گفت جوان‌ترین یا جدیدترین دروازه‌بانیه که از مسی گل خورده. در ادامه شما توزیع جغرافیایی 900 گل مسی رو میبینید که خیلی قابل توجهه. بیشترین گل‌های مسی یعنی 624 گل در حوزه جغرافی تو اسپانیا به ثمر رسیده، بعدش ایالات متحده با 96 گل. آنگولا جالبه ببینید آخرین کشوری که مسی تو اون برای اولین بار گلزنی کرده که در نوامبر 2025 توی بازی دوستانه برای آرژانتین مسی گل زد. این گل مسی البته نخستین گلش هم تو قاره آفریقا بود که باعث شد اقیانوسه تنها قاره مسکونی در امان یافته از مسی باقی بمونه که هنوز توش گل نزده. مسی البته 2 بازی تو قاره اقیانوسیه استرالیا انجام داده ولی موفق نشده که گلی بزنه. یه سوال اینجا مطرح میشه که مسی دوره حرفه‌ای خودش رو با چند گل به پایان میرسونه؟ شاید برای خیلی همین الان کامنت گذاشته باشن که امیر مسی همین چند شب پیش موفق شد که گل شماره 901 خودش هم بزنه. درسته مسی عدد رند 900 تا رو رد کرده. آیا سوال اینه که به 1000 تا هم میرسه؟ میتونه از رونالدو که 965 گل داره و فقط 3.5% باقی مونده تا به 1000 گل برسه مسی ردش بکنه و به بهترین گلزن تاریخ فوتبال تبدیل بشه؟ قرارداد جدید مسی با اینتر میامی که در اکتبر سال قبل 2025 امضا شده در صورت ادامه شرایطش تا پایان قرارداد که 2028 یعنی 3 فصل دیگه این اجازه رو به مسی میده که تا میتونه گل بزنه. مسی در 2 فصل کامل خودش در آمریکا تا اینجای کار، البته با توجه به اینکه در سال 2023 در میانه فصل آمریکایی به تیم پیوست، به ترتیب 23 گل در سال 2024 و 43 گل در سال 2025 به ثمر رسونده و میانگین 33 گل تو هر فصل داشته. اگه این روند رو مسی حفظ کنه میتونه که دوره حرفه‌ای خودش رو در حدود حوالی دوره بر 1000 گل به پایان برسونه، بدون در نظر گرفتن گل‌های احتمالیش برای تیم ملی آرژانتین که هنوز بازنشستگی ملی مسی قطعی نشده. در مورد رسیدنش به رونالدو باید اینو در نظر بگیریم که مسی 2 سال از رونالدو جوان‌تره. قرارداد فعلی رونالدو هم با النصر تا تابستون 2027 و از نظر تئوری زمان بیشتری برای افزایش گل‌های خودش داره. با این حال این حسه که رونالدو در صورت تضمین برتری
برتری تو تعداد گل‌ها تمایل داره تا هر زمان ممکن به بازی ادامه بده که این کار مسی رو سخت میکنه. سوال بعدی، مسی یا رونالدو کی با بازی‌های کمتر به 900 گل رسید؟ مسی گل شماره 900 خودش رو توی 8م لیگ قهرمانان کونکاکاف جلوی نشویل در ورزشگاه چیس به ثمر رسوند که رقابت ورزشی بین مسی و رونالدو فصل جدیدی به خودش دیده. در حالی که هر دو برای تیم‌هاشون دارن میدرخشن، با توجه به اینکه رونالدو البته مصدوم و خاورمیانه تو جنگه، مسی به رکورد بازیکن 41 ساله پرتغالی رسیده و حالا هر دو تو یه نقطه تاریخی مشترک قرار دارن: 900 گل رسمی در کریر حرفه‌ای. یه تفاوت کلیدی که تو آمارشون وجود داره که باعث بحث بین هوادارا میشه، کدومشون زودتر به 900 تا رسیده و کی با بازی‌های کمتر به این رکورد دست پیدا کرده. مسی با وجود اینکه گل شماره 900 خودش رو در شبی زد که اینتر میامی از رسیدن به 1/4 لیگ قهرمانان کونکاکاف باز موند، ولی خب این گل یا این بازی اهمیت ویژه واسه مسی داشت، همین که 900 گل شد. با این تفاوت که مسی این موفقیت رو تونسته در تعداد بازی کمتر و در مدت زمان کوتاه‌تری از زمان اولین گل حرفه‌ای خودش با بارسا در سال 2005 در 17 سالگی به دست بیاره. رونالدو هم اولین بازیکنی بوده که در پیروزی 2-1 پرتغال جلوی کرواسی تو لیگ ملت‌ها در سپتامبر 2024 به این رکورد رسید. با این حال مسی در 1142 بازی به 900 گل رسید و رونالدو در 1236 بازی، تقریبا 100 بازی کمتر از رونالدو، مسی نیاز داشته تا به این عدد یعنی 900 گل برسه. بیشتر گل‌های مسی هم در دوره حضورش تو بارسا به ثبت رسیده دیگه، که در سمت مقابل اینجا در مورد رونالدو هم بخوام بگم، رونالدو 451 گلش هم برای رئال زده از 965 گلش. تقریبا نصف گل‌های رونالدو برای رئال بوده. 145 گل برای منچستر، 101 گل برای یوونتوس، 121 گل برای النصر و 5 گل برای اسپورتینگ و با تیم ملی پرتغال 143 گل. با این حال رونالدو در بیش از 2 هفته اخیر موفق به گلزنی نشده و بعد از اینکه در دیدار النصر جلوی الحیفا دچار مسمومیت همسترینگ شد و مجبور به ترک زمین شد، با توصیه پزشکا داره ریکاوری میکنه و میشه گفت برای انجام دوره بازتوانی تخصصیش به مادرید اسپانیا سفر کرده و اونجا جایگزینه. آمار گل‌های رونالدو که حالا 965 تاست، به انتظار میره حدود 3 آوریل بتونه جلوی النجم به میادین برگرده. با این حال رونالدو نتونست تو این فیفا دی در بازی دوستانه پرتغال جلوی مکزیک و آمریکا بازی بکنه. هر دو ستاره همچنان به ساختن میراث خودشون ادامه میدن و این ماییم که همچنان در حال این بحث هستیم که کی از کی یا کدوم از کدوم بهتره. مرسی رفقای گل، دمتون گرم که تا آخر برنامه با تیرک پادکست همراه بودید. سعی کردیم مثل همیشه 0 تا 100 یک پکیج کامل تقدیمتون بکنیم و امیدوارم که قولی که اول ویدیو دادم که این ویدیو برای کسایی که فن مسی نیستن یا رونالدو فن هم هستن جذاب باشه، امیدوارم که همینطوری بوده باشه. تا برنامه‌های بعدی اینجا تیرک پادکست در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار.